1,000,000 فکر کنم بود. خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امروز میخوایم که با این دوتا تخم مرغ بندازیم توی لیوان. هر کسی 20 تا شانس داره با یه گاوم و مهیارم. با این دوتا تخم مرغ یه توپ پینگ پونگ میندازیم توی اونا رو بگیر. تکنولوژیا میشم خاک کردیم باد نزنه بیفته. داش امکانات تکنولوژیا گوگله. بعد نگاه کن میندازیم، هر کسی 20 تا شانس داره. هر بار که بندازه مثلا 3 بار میندازه توی اون لیوانا. خب 3 بار میتونه به بقیه مجازات بده. آره خلاصه که اینطوریه. خب اولین نفر کی بره؟ اولین نفر من لطفا برو. گلی با دو بنده ریدما. وایسا کامرا رو هدف گرفتی. خودت بزن دیگه. بریدی چک نکنم. این الان لبانده یعنی چیزی ریزی یعنی چیزی راستو حاجی یه جایی خب الان مجازاتتون رو بگید. حاجی من حقیقتا میخوام به تو مجازات بدم. اوکی بگیره. آقا من مجازاتم دارم بهت میگم. خب باش من به گلی نه رفتیم تو بردیا ولی ویدیو کار نه تو بده قلبم. من مشکل ندارم. آره رفتیم تو قلب. بده من مشکل ندارم. من و تو این شمالیه این جنوبی. حاجی نمیشه ایران ناموسن. خب آره دیگه کره شمالی میزنه اینجا ناموسن بیا بخون. نوشته اینجا نوشته ایران. ایران را بمباران ایران را بمباران کنید. خب آقا نه من مجازاتم به مهیار بگم. میری توی دیوار مزاحم تلفنی میشی واسه یک کس. دیوار؟ آره دیوار. میری دیوار؟ نه این دیوار. بچه شلوارک سبز. چرا من؟ این بی‌ناموسه منو میندازی. منو بلاک کرد. در بیار. مجازاتت آنبلاک کردنه؟ آره یکیش آنبلاک. آنبلام. آقا این منو بلاک کرده ولی دیگه هیچ شما در تاریخ دیگه بلاک هم نمی‌کنی ها. کجایی؟ هم تلگرام هم داداش اینجا. بیا بهت نشون بدم. بلاکش کرد. ببین کن شماره‌ش هم بگیر قشنگ. سانسور بگیر. آن بلاک. خب دیدی الان دیگه دوباره نشه بلاک کانتکت تموم شد. برو مرد دیگه. هی تلگرام. اینا دومین مجازات. نه این یکی. بیا. وان عدد مجازات. بگیر. 11 چیه؟ اینجا کجایی تو؟ این کسخالو نگاه کن. شماره‌ش هم دوباره بگیر. با آیدی نداره. خب دیلیت کانتکت. نه آن بلاک یوزر. آن بلاک یوزر. آقا یه چی نوشیدنی من میگیرم خب ولی کلا بعد چه شیکمی چه شیکمی. اون آقا یه نفس باید بری. آقا یه آب کنی بگیر میخوری. قند نداشته باشه توش باشه. هر چی میگیره قند نداشته باشه. کاله میرم چیز میگم زیرو. کاله زیرو چه دوغ میخوای بگیری؟ کوک زیرو میخوای. بریم. دوغ آبلی. بریم. دوغ آبلی گازدارم هست. باش. دوغ آبلی. آره. خیلی گازدارم. دیگه میریم تو بردیا میریم تو نه خیابون. خفه شوی مجازاتش مونده چی میگه؟ قبوله؟ مجازاتمون خب مردم تو یه جایی که ما نمیتونیم اینجا بگیم خفه شد ما بگیم اینجا لیک میشه ما میریم زندان. آره. رفت دنبال مردم. میریم یه جایی خب بگیم لیک. یه جا خب میریم یه جایی ایشون جلو همه یه 5 تا شنان. 5 تا 5 تا 5 تا 5 تا خود گفت 5 تا عجب ایده چه خفن 5 تا 10 تا 5 تا منم نصف بطری تو میخورم. 10 تا. نه آقا باشه 10 تا بریم. 10 تا بریم تو دهنم بچه‌ها. دهنت نه فقط لباس کن اینجوری بگیر. خب چه کاریه؟ صبر کن بابا بفرمایید چرا به من گفتی نه فری فایر نه چی با کلش رویال کلاش اوکی فری فایر کی بازی میکنه مردم حالا 300 تا آگهی
اوه 300 تا همین این 3 تومن همین این اکانت 15 کرا شد بابا کسخل یارو همین این خوبه چت می‌خوای بریم اطلاعات اطلاعات تماس خب شماره تلفن اوه نه بعد بسازی شماره‌شو نزن کس شماره خودم واکنش عاشق اینم که معیار فوش و اونی که مهمه رو میگه مثلا میگه کس ولی کششو نمیگه وایسا با شماره من زنگ بزن یارو میاد نه خب با شماره خودم بساز بعد بده شماره تو خب نه احمق این داری واسه خود دیوار میسازی اکانت نداری میسازی سکازی دشو الان کد میاد نگاه میکنه بیا شماره شو نگاه 390 زنگ به نز 390 شمارهشو بگیر آجی شمارهشو حتما بگیر شمارهشو حتما نورشو بیار بالا نه چیزی که مهم بود گرفتی اسکل الان فقط زنگه زن رو اسپیکر اوکی تو هم زنگ بزن به یکی اینجوری بذارشون جلو هم من که مجازات بیا بذار بعد ویدیو بعد آره اونو میذاریم واسه ویدیوی بعد در درس یه اکانت یکی دیگه اسکرین ریکوردت روشن باشه بیا 1 تومن اکانت کلاش نه 1 تومن داداش لول پایینه 8 میلیون 8 میلیون این خوبه این خوبه بگو 0 تا 0 نه این خوب نیست نه این مال یه آخوند بعد یه تهرانی بشه چرا نه حاجی من لهجه قمی بلدی حرف بزنی نه عربیه دیدین دون سر فلکی اون و منم بلد نیستم قمیای عزیز عشقن این 321 اینو نذاری جون مادر تا این کاری کردم چیکار زیاده مگه میشه بزن کلش معمولی کلش بده من الان یک اصلا میخوای بزن تلویزیون ها نه بگیم داداش تخمات افتاده تو صاحب تلویزیون بریم از این چیزای چیزش همین کسخل اون داشت آقا چرا داریم بیادبی میکنی؟ دیدی؟ بی احترامی نکن بی احترامی نکن یانت سرویسا من به بابام هم چش نمیگم چی؟ من به بابات هم چش نمیگم من به هیچ کس چش نمیگم ایران نمیدم 60 اینم نمیگم 72 یک عدد نان الو سلام خسته نباشی ریدین چه چیز کیرینگ یه دونه لول 158 بود قیمت چند؟ 158 نمیدونم میخوام زیاد دارم قیمت دایی که شدم نوشتم اونجا 1 میلیون فکر کنم بود خب آره همین بعد من اینو میخواستم بخرم موجوده؟ بله موجوده چجوریه شرط خرید؟ قسطی هم میشه؟ با پرداخت هم بیا نزدیک صداشو تا چنده؟ جانم نیست الان بیا تو دیوار پیام بده تا مشخصات واضح شو بگم بذار اینجا ببینم تانه چنده فکر کنم تانه 15 بعد تخفیف نمیدی؟ این خوبیه کپ انه یه خریدار باشه الان یه ساعت من بهتر داداش نمیصرفت خدافظ حاجی داداش کیرین جاشه داداش نمیصرفت نمیصرفه داداش اسوا چرا آخرش لهجه گرفت خود دیگه درست الان بریم بقیه‌اش اومدی اینجا من 10 تا شنا به زور دارم میرم Ela vira mortal, vira mortal. Ela vira mortal de boca na parte o que mata minha para. Ela vira mortal de boca na parte o que mata minha para. باش بسه به زور این تا 100 تا میرفتم و یا بچه آره بازیه مشی کامل باید بدی نصفه رفت اینجا رو کات میزنم شما حالا حاجی رفتم این یه دیگه. تیکه حالا این رفت خب رفتم دیگه رفتم رفت. آره رفت ما این بود تو شلوغی بره حالا اینجا شلوغه همیشه خب الان که این رفت خلاص دستم هم سیاش تا این رفت خلاص فلک داد و فلک داد و فلک داد
داداشه چرا هم من میگیری؟ بچه همون جایی که آب دادم به خوردش اینو داد. فقط فرقش اینه که بچه این روش ماست هستن. نگاه این چیه؟ ماست نیست بخورش. دوغ آبلیه. توهین نکن. چرا هم زدی؟ همونو برو ماست یه قلوب ببین نمیتونی نفس بکشی یا نمیتونی یه نفس برو یه ذره مکس کن برو دیگه بده من نه خیلی گاز داره نه یه قلوب میخورم چند اینقدر همینو یه نفس برو وایسا گازمو خالی کنم زیر 5 گاز. ثانیه زیر 5 ثانیه وایسا بگوزم گازم خالی زیر 5 ثانیه بگرم میزیم رو مات 1 2 3 4 5 آقا اینشم دعوایی میکنیم نه ببین بشکن اینجا سگ رد میشه ما اینش هم به روش ساواک میکنیم تو آقا اینم میندازیم دور خب الان میخوای برم تو بطری کات بخوره بذار بریم تو آره ولی آقا کسخل تمام شد دیگه هی پلشت بیا اینجا جانو آقا هر کی لایک نکنه گیه بریم